افسونگری آزمودن سرو بر پسران فریدون. پس آنگاه سرو شاه یمن بزم میگساری برپا کرد و سه پسران فریدون را که اینک داماد او گشته بودند می بسیار خورانید. آنگاه چون هنگام خواب فرا رسید بفرمود تا خوابگاه ایشان را در باغ زیر درختان گلفشان بساختند و چون آن سه در آن جای به خواب رفتند، سرو که افسونگر بزرگی بود بیامد و سرما و بادی از راه جادو پدید آورد و چنان کرد که آن سرما و باد سخت بر آن سه پسر بتازد و ایشان را شبانه در همان باغ و زیر آن درختان نابود سازد. و چنان شد که از بسیاری آن سرما و باد باغ و دشت خشک گشت، چنان که دیگر زاغی نیز نتوانست در آن پریدن گیرد. لیکن آن سه پسر فریدون افسونگشای با به کار بستن آنچه که پدرشان برای گشودن بند جادو به دیشان آموخته بود از آن سرمای سخت بجستند و سرما هیچ در ایشان کار نکرد. چون روز فرا رسید شاه یمن به سوی باغ رهسپار گشت با این اندیشه که سه دامادش را آنسان بیابد که رخسارشان از سرما لاجوردین گشته و یخزده و مرده باشند و پس آنگاه سه دخترش باز هم برای او یادگار مانده باشند. چنین خواست کردن بر ایشان نگاه، نه بر آرزو گشت خورشید و ماه. لیکن با شگفتی بسیار آن سه را بدید که چون ماه نو بر تخت نشستند. دیگر برای شاه یمن چاره‌ای نماند. پس بزمی بیاراست و بزرگان را فرا خواند و در گنج‌های کهن را بگشود و آن سه دخترش را با آن گنج‌ها بیاورد و به پسران فریدون سپرد. آنگاه از سر کینه‌ای که به دل گرفته بود گفت: این بد از فریدون به من نرسید، از خودم بود که به جای پسر مرا دختر آمد. چه کسی که او را دختر باشد بدبخت است. آنگاه در پیش همه موبدان گفت: بدانید که این سه دختر را که همچون دیدگان من هستند به آیین خود به ایشان سپردم تا ایشان نیز این سه را چون دیدگان و جان خود بدانند. آنگاه خروشید و ساختگی و رخت نوعروسان را که کجاوه های بسیار پر از گوهر و خواسته بود ببست و بر پشت شتران گذارد و سایبان بر ایشان نهاد و بدین سان دختران سرو با همسران و همراهانشان به سوی فریدون روی نهادند.